توی نمایشگاه الان اومدیم غرفه توسن. غرفه توسن از موتورهای کراسش شروع کرده که اینجا کار کرده. یکی از رنگ‌های پرطرفدار قرمز و مشکی و سبز و زیتون. این قسمت هم که قسمت تکراری همیشه گروه‌های موتوری طرح کلیپ گروه توسن رو داریم می‌بینیم، دسته رنگ پرفروش سفید، خاکستری و مازراتی. اینجا غرفه‌شون هم که این طرح کلیپ‌های برقی رو کار کرد که اگه خاطرتون باشه با همینا سفر یه روزه زیرومون رو انجام دادیم که گروه زیرو هم از همین موتورا داشت. نمیدونم خاطرتون هست یا نه. ویدیوشو این بالا میذارم، اگه دوست داشتید میتونید برید ببینید. یه دقیقاً همون موتوراست. توی این قسمت هم که باسل C2 رو معرفی کرده با 4 مدل رنگی که این قسمت گذاشته شده. اینجا هم یه نمونه از قرمز ADP 150 رو گذاشته و بعدم میرسیم به این طرح باکسرها یا همون تکنوهای گروه توسن که پرکار رنگترین رنگاشو مشکی، قرمز، آبی رو با هم میبینیم و اینجا هم بقیه موتورهای اسکوتری بازار رو کار کرده یا همون تکنو تیاریکس گروه توسن در رنگ‌های در گروه‌های پرفروشش گذاشته. این ورش هم تیاریکس رو کار کرده توسن هم داده بیرون. و به عنوان آخرین قسمت هم گروه توسن همون موتورهای طرح هوندا 125 و 150 سی سی رو اینجا گذاشته. در کنارش هم همون باکسرهای تکنو رو گذاشته. این هم نمای بالای کلی غرفه توسن. بذارید با هم یه دور بزنیم اینجا خلاصه ببینید آنچه که بوده. طرح کلیپ‌ها برقی بیمکس ایسوان و موتورهای کراسش با هم دیدیم. بریم با هم غرفه شاین موتور ببینیم چه خبره و چی موتورهای اومده. باز بتونیم به قسمت مداد رنگیش appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life. اینجا هم دلتا آریکس 150 رو برای نمایش گذاشته. یه چند تا از رنگاش هم این قسمت کار کردن. توی این قسمت هم میریم سراغ لیفان 250 یا ارزان‌ترین 250 سی سی توی بازار ایران که شاین موتور آورده
قیمت نقدش 147 میلیون تومان. اگر بخوایم اقساطی هم بخریم بدون پیش پرداخت ماهی 9 میلیون تومان. نما هم از این برای کار بگیریم. بچه‌هایی که عشق 250 سی سی دارن و دوستان یه 250 سی سی عرضه و به صرفه داشته باشن. اگه تو تایم نمایشگاه لیفان 250 رو بخریم، یه کلاگاچه یه روغن موتور هم روش میدن که دیگه جنسمون جور باشه. حالا اینم تنوع کلاکاسکتایی که توی نمایشگاه برای نمایشگاه شدن. البته الان اینجا قیمت نداره، باید به غرفه هاشون یا تو نمایندگی های دیگه شون مراجعه کنیم. شاید موتور هم مثل بقیه از طرح باکسر و رفع و اینا عقب نیافتاده. لیفانه طرح باکسرش هم اینجا در دو رنگ آبی و قرمز بذاری به شرخ معلومش آبی و قرمز گذاشته. اینجا هم به عشق سی جی سوارا میگیرم. 125 150 سی سی و 200 سی سی شاهین موتور رو میبینید. البته همون لیفان هم معروفه، به لیفان 150 هم معروفه. غرفه کویر موتور رو میخوایم الان ببینیم. بزرگترین غرفه نمایشگاهی که تا الان من دیدم همین غرفه است. کویر موتور خیلی پرقدرت وارد شده. الان میریم با همدیگه داخل غرفه‌ش هم رسیدیم به بخش طرح کلیک‌های کویر موتور. در کنارش هم 150 ADB اینجا دوباره ADB دیگه. هم یه رنگ خیلی خاص فیروزه‌ای.
بخش موتورهای کراس نمایشگاه کویر موتور هستیم، یعنی غرفه کویر موتور. همونجور که دارید میبینید تنوع رنگی بالا و مدل‌های مختلفش رو گذاشته. اینجا هم مدل‌های دیگه شو گذاشته. بذارید دوره مشکی که خلوته یه ذره بچرخیم ببینیم این موتور چه ویژگی‌هایی داره. نمایشگاه کویر موتور برقی دلیوری 2000 رو می‌بینیم که همونجوری که می‌بینید از رو اسمش معلومه مخصوص دلیوریه. میتونه تا 50 کیلومتر بره و با سرعت 60 کیلومتر رو پیمایش. بقیه موتورهای برقی کویر گذاشتم که به صورت خلاصه دارم نشون میدم، چون دیگه بخوام تک تک اینا رو بگم خیلی زمان میبره. این قسمت از غرفه‌اش کلا موتورهای برقی گذاشته شده که همونجوری که میبینید حتی سبک نوستالژی یا همون موتورهای قدیمی هم روی اینا کار شده. مثلا الان این یا این جزء سبک‌ترین موتورهای برقی که خیلی بانوان هم بهش علاقه دارن. این هم که همینه. توی این برقی ها من محصول جدیدشون رو نشون بدم. جدیدترین محصولی که معرفی کرده اینه ES19 که بغل هم داره. حالا توش فعلا یه خرس هم گذاشته برای نمایش. از غرفه کویر موتور هم QJ موتور رو میبینیم که اما اصلا موتورهای QJ رو گذاشته و رخ کار رو آقا محصول جدیدشون هم ببینیم. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. جدید دیگه MPQJ معرفی کرده SRG 249S. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. این هم موتور بعدی که معرفی کردن گروه QJ TRX 105. So insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. من بقیه موتورهای QJ رو میبینیم گذاشتن که اینا رو قبلا هم در نمایشگاه‌های کویر موتور موجود و میتونستیم ببینیم. اینجا هم که QNX 150 هم داریم در دو رنگ طلایی و آبی گذاشتن و اینجا هم همون طرح وسپاهای محبوب QJ BPS 125 در دستگاه محبوب QJ 125 محصولات زونتسش رو کویر موتور گذاشت. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
کاوازاکی کویر موتور و جدیدترین محصولش کاوازاکی نینجا ZX 25R که جدیدترین محصولی که توی این نمایشگاه معرفی شد. قیمت تمام شدهش هم 980 میلیون گذاشته الان، با اقساط 24 ماه هم قابل خریده. این هم بقیه مدل نینجایی که گذاشته به همون کاوازاکی های معروف. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole رسیدیم به بخش موتورهای KTM کویر موتور که در اولش این کراس رو می‌بینیم و بعد هم این ادونچر جذاب و دوست داشتنی رو که KTM 250 و یه ذره دیگه بیایم عقب دوک 200 رو می‌بینیم. یه دونه دوک 200 هم اینجا داریم می‌بینیم و RC 200 ABS دارش هم توی این نقطه قرار گرفته. یه دوک 200 cc قدیمه و محصول جدیدشون هم دوک 200. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring to feel sun inside. نمایشگاه رو با هم دیگه دیدیم و تموم شد. تمام غرفه ها رو سر زدیم. سعی کردم بیشتر سالن‌ها رو ویدیو بگیرم بذارم. اگر ویدیویی رو جایی رو نظری چیز داشتید حتما برام کامنت کنید. لایک هم بهتون نره. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب داشته باشید. یه ویدیو هم بهتون پیشنهاد میکنم، اون ویدیو رو هم حتما ببینید. تا درود دیگر، بدرود.